أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما و شما در سوره هود علیه السلام وقتی که این سوره را خواندیم مجموعی از قصه ها و یا اما اخبار هست که اخبار پیغمبران سابقه، موحدینی که بودن، کسانی که پیروی از پیامبران میکردن اونا هم موحد بودن و در مقابل از اونا کافرها و مشرکا و بدعتکارای قرار داشتن که اینا بعضی از گناه ها و جرایم و جنایات هم میکردن و پیغمبران همیشه به خاطر راهنمایی از اونا فرستاده میشدن. در جمله این پیغمبران یکی از این پیغمبران یک پیغمبر معصوم و پاک که ما و شما به شخصیت از او که لوط علیه السلام از عقیده داریم، همون قسم معصوم بود و همون قسم پاک بود که پیغمبر ما و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در بین قوم از اینا یک عادت بسیار زشته بر علاوه از اینکه اینا کافر بودن، دین قبول نمیکردن، توحید قبول نمیکردن، بر علاوه کفر و شرک و گمراهیشان و مخالفتشان با شریعت الله به یک عمل زشته که آل او را به نام همجنسگرایی میگن، عملی که اونا مثلا مؤنث با مؤنث و مذکر با مذکر با جنس موافق خیش مثلا میخواین که اعمال قبیحه و زشت انجام بدن. الله متعال بر از اینا و می قوم مثل که در یک منطقه ابراهیم علیه السلام بود، او طرف دیگهش لوط علیه السلام فرستاد و اونا را دعوت میکرد به توحید. و طبعا وقتی که انسان دعوت میشه به وحدانیت الله، باز توحید مقتضیاتی داره که انسان دیگه احکام الله را هم بالای خود تطبیق بکنه و از کارهای زشت و ناروا و فحشا دوری بکنه. وقتی اینا اصرار کردند در جرم خود و جنایت خود، الله متعال بر از اینا عذابی را تعیین کرد و ملائکی را فرستاد که همو عذاب الهی را سر از اینا تطبیق بکنه. و عذاب‌های الهی رنگارنگ است، گاهی به شکل طوفان می‌آمد، گاهی به شکل یک صدای بسیار خطرناک میاد که کلگی را با یک صدا از بین میبره، و گاهی هم چی میشه که مثلا یک منطقه هست ملائکه میاد، ملائکه بزرگ هستند، مثل که ما و شما را اگر کس وظیفه بده بگه که خودت برو این قریه مرچه را خراب کن، ما و شما یک دانه خشت پخته را که بگیریم نه که در سر قریه بزنیم، اما قریه تو زیر و زبرش میکنیم، تو لوتکش میتیم. ملائکه که از ما و شما پیش ملائکه مثل مرچه واره هستیم. وقتی که یک ملائکه خاص دست خدا کم زیر زمین قریه داخل کردم تو خیرش میکنم با آسمان و پس میزنش در زمین، زیر و زبرش میکنم. این کسانی که قوم لوط علیه السلام بودن، اینا به خاطر کفرشان، به خاطر مخالفتشان با توحید، مخالفتشان با پیغمبر معصوم از یک جهت و از جهت دیگه مبتلا شدن به خطرناکترین عمل زشته که میگه که هنوز اونجا مروج نبود. الله متعال سرشان هم یک عذاب نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما و هنگامی که جاءت آمد رسولنا، پیامبر، دو قسم ما شما پیامبر داریم، یکی پیامبر از ملائکه هستن که پیام الله را میره، اونا را هم رسول میگن، و یک تا در بشر پیغمبرها هستن که اونا مثلا ما شما از آدم علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و است. و رسول امو فرستاده، این پیغمبرها را هم الله فرستاده و اونا هم پیام الله را به زمین میرن و شریعت الله را تطبیق میکنن و اینا هم. پس اینجا منظور از رسول ملائکه هستند. ولما و هنگامی که جاءت آمد رسولنا، امو رسول های ما یا فرستاده شده های ما که اونا کی بودن؟ اونا ملائکه بودن. و احتیاط بکنین بعضی کسا ملائکه را به فرشته ترجمه میکنن
و این یک اشتباه است. چرا فرشته نام یک دختر است و ما ملائکه را به مذکر و مؤنث توصیف کرده نمیتونیم. متوجه هستین؟ اینال ترجمهش همین قسم درست است که ولما و هنگامی که جاءت آمد رسولنا، امو فرستاده های ما، ملائکه ما، من حیث رسول فرستاده شده دیگه، اونا پیش کی آمدن؟ پیش لوط علیه السلام آمد. سیء بهم، وقتی که لوط علیه السلام اینا را دید بسیار جگرخون شد. و ضاق بهم ذرعا، و بسیار تنگ شد به خاطر از اینا. ذرعا یعنی صدر، سینهش بسیار تنگ شد، دل تنگ شد. حالا یک کس پرسان میکنه که پیش پیغمبر ملائکه آمد، ملائکه پیش پیغمبر وقتی که بیای خوشحال شوه، ای چطور هم خفه شد، سیء بهم اندوهگینم شد و سینهش هم تنگ شد؟ چرا؟ اینجا یک درس اعتقادی هست، یک درس مهم اعتقادی. درس مهم اعتقادی هست که ابراهیم علیه السلام هم وقتی که پیششان این ملائکه آمدن، ملائکه در لباس جوانای بسیار زیبا و خوش صورت آمدن. و پیش لوط علیه السلام وقتی که آمدن، اینجا هم چی بود؟ اینجا این ملائکه در لباس چی آمدن؟ لباس انسان ها آمدن، جوانای بسیار زیبا خوشچهره، مقبول. و وقتی که لوط علیه السلام اینا را دید، درس عقیده در اینجا هست که ملائکه به امر الله میتونن که خود به شکل انسان ها و پیش انسان ها بیان، البته به امر الله، به اجازه الله. دوم درس عقیدتی است که لوط علیه السلام و ابراهیم علیه السلام هر دویشان علم غیب نداشتن. بعضی کسا هستن که در شأن پیغمبرها افراط و تفریط میکنن، میگه پیغمبرها که هستن، اولیاء الله که هستن، یا شخصیت های خوب، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین که هستن، میگه اینا علم غیب دارن. این آیات قرآن میگه که نه، اشتباه نکنین. لوط علیه السلام علم غیب نداشت. به می خاطر لوط علیه السلام چون قوم خودم میشناخت که یک قوم بسیار زشت هستند، یک قوم هستند که مبتلا هستند به همجنسگرایی و امراض زشت، پس خفه شد که میمانا پیش ما آمدن. حالا اگر قوم از اینا خبر شود، اونا خب مردم وحشی هستند، من سر از اینا حمله میکنن. یعنی به خاطر چهره ظاهری از اینا که در شکل جوانای زیبا پیش آمده بودن، چون پیغمبر است، پیش پیغمبر هر قسم مردم میایه پیشتان. مثلا شما یک دایی هستین، یک تعداد جوانا میایه پیشتان، ما استاد سوال داریم. یک تعداد میمانا میایه که ما مثلا یک مشکل داریم، میخوایم بر شما مشکل خدا بگوییم. این حال مهمانای پیغمبر، مهمانای دعوتگرا اکثرا مردمای دیندار میباشن، مردمای خوب میباشن. وقتی اینا پیش لوط علیه السلام آمدن، لوط علیه السلام به خاطر که علم غیب نداشت و نمیفهمید که چی هست، اینا ملائکه هستن. متوجه شدین؟ این درس اعتقادی است که ملائکه، آیات قرآن بیان میکنه که پیغمبرها علم غیب نداشتن. اینا علم غیب نداشتن، اینا نمیفهمیدن که اینا ملائکه هستن. پس لوط علیه السلام وقتی که دید که جوانای بسیار زیبا هستن، گفت که نال اگر این قوم وحشی مخبر شوند، جنایتکارای مشرک خو همیشه عادتان باشه، همین مشرکین و بدعتکارا که هستن، بازه این مجلس‌ها بسیار مجلس‌هاشان اینمی کارا است، اینمی همجنسگرایی هست، اینمی دول و رقص است، اینمی مثلا خود دواغوش از او جوان انداختن است، او دواغوش از او خود انداختن است. گفت که مردم ها خو وحشی هستن، حالا که یا خبر شوند مهن سر از حمله میکنن. به خاطر لوط علیه السلام چی میگه الله متعال؟ ولما و هنگامی که جاءت آمد رسولنا، امی ملائکه ما، فرستاده شده های ما وقتی که آمدن لوطن پیش لوط علیه السلام، لوط علیه السلام اینا را نمیشناسه که ملائکه هستن. سیء بهم اندوهگین شد به سبب از اینا، چرا که اینا جوانای زیبا هستن، قومش وحشی هستن، قومش همجنسگرا هستن. و ضاق بهم ذرعا اینجا صدر یا سینه را میگن، یعنی میگه ضاق بسیار تنگ شد به سبب از اینا، ذرعا سینهش بسیار، سینهش دلش تنگ شد که حال حمله نکنن. و قال هذا یوم عصیب، و گفت لوط علیه السلام هذا یوم، یک روز است، روز چی؟ عصیب، بسیار سخت و پر از مصیبت. الله گفت خب بسیار خطرناک است. و جاءه، و واقعا هم امی گپ شد، و جاءه قومه، آمدن قوم ازی، امی مردمای بدکاری که مشرک هم هستند و در پالوی شرک خود به چی مبتلا هستند؟ به می عمل زشت هم به شکل علنی مبتلا هستند و امی کارها را میکنن و چیغ میزنن و افتخار میکنن به این کارها.
دیگه نال میگه و جاءه قومه آمدن قوم از او یهرعون. هرع چی نمیگن؟ هرع دویدن با صدا کشیدن، مثل همین مرکب ها که میدون نه، یعنی می قسم میگه حیوانات وحشی واره، اما تو حیوانات یک دفعه که از یک جای خطا میخورن حمله میکنن در یک جای، اینه می قسم میگه نمو تو مثل حیوانات وحشی که چند تا 20 تا 30 تا 40 تا حیوان وحشی هم تو میدون و حمله میکنن، اینه می قسم گفت میدویدن همی قوم ازی الیه بسوی ازو. و من قبل و قبل ازی هم کانو بودن یعملون انجام میدن از سیئات اعمال زشت را، همی اعمال زشت هم جنسگرایی را. قال یا قوم، میال لوط علیه السلام در اینمی لحظه هم دعوت شروع میکنه. یعنی اینجا هست که دعوتگر مسلمان باید همیشه دعوت بکنه، هیچ وقت تا که عذاب الله نازل نشده از دعوت باید انسان زبان خود قطع نکنه. در خانه، در موتر، در هر جایی که برابر شود، در هر جای ولو که مردمای بیدین هم باشه، این هم حقیقت دینه بر از اونا بگویم. قال یا قوم، لوط علیه السلام گفت یا قوم ای قوم من، هؤلاء بناتی هن اطهر لكم، هؤلاء اینی بناتی دختران من. منظور از دختران لوط علیه السلام مفسرین میگه که وقتی یک انسان بزرگ یک خانواده می باشه، مثلا برای من وقتی که در یک مجلس میشینم نکاح دختر یک نفر است، این حالی این دختر در حقیقت دختر من هست. ناموس مسلمان ناموس کل ما و شماست، انما المؤمنون اخوة. بناهن تمام دخترهای قریه که هستن یا مثل چی هستن؟ دخترهای معنوی این پیغمبر است. این برای شما میگه که او مردم، الله متعال برای شما این دخترهای زیبایی را خلق کرده، امرایشان ازدواج بکنین، زندگی بکنین، نسل بشریت ادامه پیدا بکنه. ها اولای بناتی، اینمی دخترهایی که در این منطقه هستن، این کلش اولادهای ما هستن. میشه که من برای هر کدام شما از اینجا چی کنم؟ یک دختر را اختیار بکنم و ازدواج بکنیم. شما چرا یک عمل زشت میکنین؟ قال یا قومی، برش گفت که یا قوم ای قوم من، ها اولای اینها که هستن، این دخترایی که در قریه هستن، بناتی دختران ما هستن، به منزله دختران ما هستن. هن اطهر لكم، امی دخترانی که دختر هستن طبقه اوناس هستن، اطهر و بسیار پاکتر از برای شما، لکم برای شما، یعنی از نگاه پاکی که شما پاک می باشین، با ایمان می باشین، دیندار می باشین، صحتمند می باشین. کل این صفات در این است که شما با امرای از اونا ازدواج بکنین. فاتقوا الله، پس بترسین ای قوم من از الله، ولا تخزینی، و مرا خجالت نسازین. مرا در مقابل از این مردم فی ضیفی، در قسمت مهمانای ما، یعنی اگر شما سر مهمانای ما حمله کنین من بسیار خجالت میکشم، خفه میشم. مرا خجالت و خفه نسازین فی ضیفی، در مورد مهمانان ما. الیس منکم رجل رشید، آیا نیست در بین شما یک شخصی چی رشید؟ یعنی چی مانا؟ انسانی که رشد کرده باشه، با فکر باشه، با دانش باشه، دانشمند باشه، با اندیشه باشه، عاقل باشه. نیست؟ این است. پس از این معلوم میشه کسانی که به این اعمال مبتلا هستن اینا دانشمند نیستن، اینا مردمای خوب نیستن، متمدن نیستن. حال در اروپا و در امریکا همین اعمال جنس من حیث یک عمل خوب در بین مردم چی است؟ میگه که نه کار خوب است و این قانونی میسازیم و باید ازدواج ها باشه و حتی در پارلمان‌هایشان این کارا میکنه. این لوط علیه السلام ارشان گفت که اول قرآن میگه سیئات است، کسایی که مبتلا به این امراض هستن اینا گناهگار هستن، اینا مجرم هستن، اینا خطا میکنن و در پالوی ازی کسی که این کارها را میکنه از این ممانعت نمیکنه، این رشید نیست، فهمیده نیست، دانشمند نیست. یعنی این مردمای بسیار پست و ذلیل هستن که به این کار مثلا علاقمندی نشان میدن و یا قانون مملکت خودن این قسم قانون میسازن که این کارهای زشت در اونجا ترویج داشته باشه. قالوا، قوم لوط علیه السلام گفتن لقد علمت، تو میفهمی که ما لنا فی بناتک من حق، که ما در مورد این زنها و دخترها اصلا هیچ علاقمندی نداریم. اینجا حق به معنای چی است؟ علاقمندی و حاجت. گفت ما اصلا نمیخوایم ازدواج بکنیم و اگر ازدواج هم کردیم ما به این چیزا هیچ علاقه نداریم، ما علاقمندی ما با اینمی عمل زشت است. و انک لا تعلم، و تو خوب میفهمی که ما نورید که ما چی میخوایم، اراده ما، مقصد ما چی است. قال، گفت برای از اینا لوط علیه السلام لو ان لی بکم قوتا، اگر ما قوت می داشتم. آل لوط علیه السلام دید که اینا از دعوت نمیشه دیگه، گفت اگر آل ما قوت می داشتم، او آوی الی رکن شدید، یا ما می توانستم که به طرف یک قوم می داشتم، پیروای می داشتم، جوانای دیندار امرای من می بود که همون تو سخت شدید و سخت می بودن، باز ما دیگه شمشیر می گرفتم دیگه همون تو یک تان همون تو گردنایتون می زدم که دیگه راه حل نداشتیم.
متوجه هستین؟ قالوا یا لوط انا رسول ربک. آل ملائکه، همین جوانایی که ملائکه که در لباس جوانای زیبا آمدن، یا دیدن که لوط علیه السلام امر اینا را وقت داد که دعوت بکنه، سر از اینا حجت قائم شود. لوط علیه السلام برشان دعوت با زبان بسیار خوب برشان گفت. پس آن که دید اصرار میکنه، جدی برشان گفت که اگر به دست ما باشه ما شما را نمیمانم بیکاره بکنین. لکن چی شد؟ حالا که ملائکه دیدن که خلاص یا دیگه بسیار اصرار دارن و جدی هستند این کار زشت خود، قالو گفتن ملائکه یا لوط و ای لوط علیه السلام انا رسول ربک، تو پیغمبر هستی، علم غیب نداری، ما انسان های عادی نیستیم، ما فرستاده شده ها یا ملائکه هستیم که از جانب رب تو پروردگار تو آمدیم. لن یصلوا الیک، هرگز اینا به تو دسترسی پیدا نمیکنن یا هرگز به تو نمیرسن. فاسر به اهلک، اسر اصلا اسرا چی نمیگن؟ سفر کردن در شب. سفر کردن در شب چی میگن؟ اسرا میگه. فاسر، پس سفر بکو، حرکت بکو در شب، به اهلک، به امرای خانوادید، به قطع من اللیل، در یک بخش از شب، 10 بجه شب، 11 بجه شب، 12 بجه شب، 1 بجه شب، مقصد حرکت کو از این منطقه. ولا یلتفت منکم احد، هیچ کس ملتفت به طرف چی نشه؟ پشت سر نشه. الا امرأتک، بغیر از خانمت. خانم لوط علیه السلام ای کافر بود، بیدین بود. انه مصیبها ما اصابهم، اناله برای قوم لوط به خاطر عمل زشتشان آمد و همچنان هر کافری که در اینجا بود، کلشان که کافر هستند، عذاب الله. و خانم لوط علیه السلام مسلمان نشده بود، هنوز کافر بود. انه مصیبها ما اصابهم، بر از او هم شوهرش بسیار دعوت کرده بود لوط علیه السلام، لکن قبول نکرد. دیگه او باز مصیبها بر از او میرسه، ما اصابهم، آنچه که بر از او رسیده است. ان موعدهم الصبح، یعنی انه مصیبها، یعنی امی عذابی که از الله میآید، انه امی عذاب مصیبها میرسه به کی؟ به امی خانم تو که این زن کافر است. ما اصابهم، آنچه که بر از اینا رسیده، اما عذابی که بر از اینا میرسه ایره هم شامل میشه. ان موعدهم الصبح، وقتش چه وقت است؟ صبح است. صبح مجرده که طلوع صبح صادق شوه، عذاب الله دیگه سر از اینا چی میشه؟ سر از اینا میه. الیس الصبح بقریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ فلما جاء امرنا، میگه وقتی الله متعال میگه وقتی که حکم ما، دیگه حکم الله نازل شد دیگه، میگه وقتی که آمد حکم ما، وقتی که حکم ما که باید تطبیق شود، جعلنا عالیها سافلها، ما گردانیدیم عالیها سافلها، ما شما در فارسی میگیم که زیر زبرشان کردن. عالی، مکانای عالی، بلند منزله و جای لکس یعنی چی کردیم؟ زیر ساختیم. یعنی اما تو که از زیر که اما تو میگیره، اما تو بالا بردشان باشه، از اینجا زد زمین. متوجه هستین؟ این عالیها سافلها امطرنا علیها حجارة من سجیل، و ما امطرنا چی کردیم؟ میگه مطر چی رو میگه؟ باران میگه. و امطرنا یعنی باراندیم بالایشان، مطر باران بالایشان. چی؟ باران عادی میگه نه. و امطرنا علیها، و ما باران علیها بالای زمین، قریه، حجارتا، سنگ. از چی؟ من سجیل، که او از اونمو سجیل بود، از دوزخ بود، گل پخته. بعضی از علما میگه اینجا این کلمه اصلا فارسی بود، از سنگل میگه اصلا سنگل بود، با گافش به جیم تبدیل کردن، سجیل گفتن. یک نظری از بعضی از علمای زبان شناسی ها این گپ میزنن. خب کلمه سجیل آل کلمه عربی هست، عربی شده به معنای سجیل، یعنی سنگ از دوزخ، مثل سنگ آتشی. مندودن که چی بود؟ که این میامد پای در پای. اما تو سنگا دیگه هم تو زمین آسمان هم تو بررس هم مثل همی مرمیار شما اگه پیدا باشین که هم تو یکان کلاشینکوف که میگیره، هم تو یک بررس یا راکت هم تو انداخته میره، هم تو پای در پای، هم تو میگه زمین آسمان دیگه سرازی، هم تو سنگ هم تو پای در پای بریده میره. مسومتا عند ربک، مسومه چی رو میگه نشانه هست. الله متعال مثلا 100 دانه سنگ در فرق فلانی شد، 100 دانه نشانی شدگی است. از هر کس امو مرمیایی که از آسمان، امو سنگ هایی که میایه، اما تو نشانی شدگی است. هر کس سهمش معلومه است، گریز دیگه نیست. متوجه شدین؟ این مسومتا میگه این نشانی شدگی هست.
عند ربک، به نزد پروردگار تو. همونجا از همون جایی که سنگ ها می نشانی شدگی صدا میشه. و ما هی من الظالمین ببعید، و نیست آن از ظالمان دور. خب اینال ای بود حالت زی. ولی ما و شما یک درس اعتقادی دیگه که بسیار مهم است که ما و شما وقتی که قرآن هم میخوانیم کوشش کنیم که از کل چیز که در اول عقیده خدا جور کنیم. آل در آخر قصه ها باز ما و شما دیدیم وقتی که این قصه ها و یا مثلا خبرهایی که از پیغمبران بیان میشه، ببینین این توقیفی هست. در غیب، در مسائل غیب چی است؟ توقیفی هست. چی معنی؟ ما و شما را الله متعال چند نعمت داده. نعمت حس داده برای ما و شما. الله متعال گفته در محسوسات از چی استفاده کنین؟ از حستان. مثلا این ورق است، من ببینم الله برای من چشم دادم، از این ورق استفاده میکنم. دیدن شما مثلا از حس خود استفاده میکنیم، شما از گوش خود استفاده میکنین. درست است نه؟ در محسوسات نعمت حس است. در معقولات چی است؟ نعمت عقل است. پس هر چیزی که در چوکات عقل است با عقل خود رو میبینیم. در مثلا علوم تجربی که معلومات است، معلومات تجربی که است، اینجا از چی استفاده میکنیم؟ از ساینس و از تکنولوژی و از تجربه و از لابراتوار. علوم تجربی الله گفته شما از چی استفاده کنین؟ از علوم تجربی استفاده میکنیم، تجربه میکنیم، بریم در لابراتوار، میریم در فلانی. در علوم غیبی از چی استفاده میکنیم؟ الله متعال ما و شما را در علوم غیبی که است سعی که غیب شد. حال غیب نه در حس جرمه، حس نمیفهمه، عقلم نمیفهمه، ساینس لابراتوار هم میره کشف کرده نمیتونه، درک کرده نمیتونه. اگه یک دکتر بگه که من ملائکه را در لابراتوار دیدم، این دروغ گفتی. چرا؟ اول او که گپ خوب بزنه، بگه نه من ملائکه را یقین دارم، این من ملائکه را در لابراتوار دیدم. برش میگم نه این مربوط به علوم تجربی نیست، این مربوط چی است؟ غیب است. بنابراین در مسائل غیبی خیلی چی است؟ میگه در مسائل غیبی توقیف است. توقیف چی معنی؟ یعنی توقف بکنی به آیات قرآن و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. این موضوع اعتقادی است. در مسائل غیبی ما نه از حس خود کار گرفته میتونیم، متوجه هستیم؟ نه عقل ما در اونجا کار میکنه، نه ما در لابراتوار او را ثابت کرده میتونیم. پس در مسائل غیبی باید از چی استفاده بکنیم؟ از قرآن و سنت به شکل چی؟ توقیفی. توقیفی چی معنی؟ توقف کنی در قرآن و سنت، از او پیش نری. آل وقتی که الله متعال میگه تلک من انباء الغیب، امی قصه لوط علیه السلام، امی قصه ابراهیم علیه السلام، امی قصه موسی علیه السلام، یا انباء الغیب است نیست. آل در غیب ما میتونیم زیاد کم بکنیم. مثلا الله گفته که برای ما و شما در نامه های خود در قرآن و سنت 99 تا بیان کردن. توقیف چی معنی؟ معنای توقیفی است که در نامه های الله ما توقف میکنیم، نه 99 را 100 میسازیم، نه 98 میسازیم، نه کم کرده میتونیم نه زیاد، بلکه در اونمو که الله بر ما گفته در اونمو توقف میکنیم. این توقیفی میگن. آل در قصه های پیغمبرها هم الله میگه که انباء الغیب است. آل در انباء الغیب ما چی باید بکنیم؟ توقف بکنیم نکنیم؟ به چی توقف بکنیم؟ به قرآن و سنت. اگر کسی توقف نمیکنه در این زیادت و کمی میکنه، و چی معنی هست؟ معنی است که در غیبی مداخله کرده، دروغ گفته، و کسی که در غیب دروغ میگه خود با عالم الغیب تشبیه میکنه، در کفر داخل میشه. مداخله در علم غیب الله است، در وحی مداخله هست. این الله میگه که غیب است این قصه ها و ما بر تو وحی کردیم. اینا بعضی کسا را ببینید که باز میخیزن چند تا شاگردار را شانده و باز با بسیار شیرینی قصه میگن که یک دانه ریش سفیدک بود و بازو مثلا عمل زشت میکرد. متوجه هستین؟ بعضی ها را الله شرمانده. متوجه هستین؟ بعضی ها را در لباس عامی الله میشرمانه، بعضی ها را در لباس بسیار که خدا عالم میگیره، عقیده را درست نمیفهم، بازی میخیزه تهمت میکنه. بعد ریش سفید یک چانس پیدا میکنه، یک ریش سفید عمل جنسی میکرد و بازی را به خاطر ریش سفیدش. چطور کوکی در کجای قصه آمده؟ نه آمده. دروغ است. اینا بسیاری وقتا سعی کنید این قصه ها بسیار دروغا را، مثلا سریال یوسف که جور کردن دقیقاً دروغ است. وقتی که ما و شما میخوانیم باز دروغا را آوردن، بسیار چیزا حتی شرکیات و بعضی چیزای مشکلات دیگه را پیدا کردن. پس مداخله کردن در قصه های پیغمبرا، برای یک پیغمبر یک قصه را ساختن که او در قرآن و سنت ثابت نیست، این مداخله در چی است؟ در غیب است. و مداخله در غیب چی هست؟ این بر انسان مشکله چی پیدا میکنه؟ اعتقادی پیدا میکنه. پس اینجا الله متعال بر ما، مثلا شما سعی کنید اینجا چون گپای بسیاری که گپای یک مردم میزنن در اینجا وجود ندارم. عالم یک موحد دیگه که این شعیب علیه السلام نام داشت. شعیب علیه السلام
شما ببینید در اینجا در بیان خبر شعیب علیه السلام الله متعال میگه که پیغمبر آمد مسائل توحید بیان میکرد و شعیب علیه السلام در مسائل اقتصادی نقش بسیار مهم داشت. یعنی در قرآن حتی اقتصاد معجزه بعضی از پیغمبرها هست. متوجه هستین؟ یک وقت یک کسی گفت، ما گفتم یک کتاب نشه کردیم که 100 آیت تنها در اقتصاد است. چرا؟ مسائل اقتصادی را حتی پیغمبرها بیان کردن. حالا سعی کنین امیگه. پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الی مدین، آیت 84. و الی مدین اخاهم شعیب. الله متعال میگه به یک قریه‌ای که مدین نام داشت، یک منطقه یا یک شهر یا یک مملکتی که مدین نام داشت، اخاهم برادرشان فرستادیم. اخاهم چی معنی؟ یعنی که از اون منطقه بود. شعیب علیه السلام بود. قال یا قوم اعبدوا الله. قال گفت یا قوم، ای قوم من، اعبدوا الله، عبادت بکنید الله را. ما لکم من اله غیره. ما لکم نیست برای شما من اله غیره هیچ معبودی که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود بغیر از او، غیره بغیر از الله. یعنی حول دعوت پیغمبرها به سوی توحید و یکتاپرستی هست، تصحیح عبادت برای الله هست. ولا تنقص، آیه موضوع اقتصادی را مطرح میکنه. ولا تنقص المکیال و المیزان، و شما نقصان نکنین، کمی نکنین در مکیال، در پیمانه ها، و المیزان، و در ترازو، چیزی را که تول میکنین، چیزایی که به پیمانه خرید و فروش میکنین یا به میزان، به ترازو. اینی اراکم بخیر، ما شما را به خیر میبینیم. و اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. میگه من شما را میبینم به خیر، انشاءالله اگر گپ ما را قبول بکنین شما مردمای خیر هستین، خوب هستین، لکن امی غلطی ها را نکنین. دو غلطی بزرگ است. یک غلطی اعتقادی هست که شرک نبیارین، دو غلطی معاملاتی هست که شما در وزن در اقتصاد غلطی نکنین. چرا؟ این کار خیر است. و اینی اخاف علیکم، و من میترسم بالای شما عذاب یوم محیط، که اگر شما مشکلات نافرمانی الله را بکنین، عذاب سر شما میاد با شما را احاطه میکنه. و یا قوم، و ای قوم من، اوفوا المکیال و المیزان، خوب وفا کنین، درست بتین، مناسب بتین، درست است نه؟ یعنی پورا بتین المکیال، پیمانه را، و المیزان و مترازویتانه، غلطی نکنین. بالقسط، به عدالت. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و کم مدهید بر مردم اشیاءهم، امو چیزهایی که اونا از پیش شما خرید میکنن. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و ما باشید در زمین در جمله فسادکاران. بقیت الله خیر، آنچه را که الله بر شما باقی بگذاره. از چی؟ از تجارت صادقانه، از مفاد کم حلال. خیر لکم، بهتر از بر شما. مفاد زیاد بی برکت و حرام مثل چی است؟ مثل چوچه پشک ورست. پشک ها سال چند تا چوچه میته؟ سال 15 تا. چند تا رمه داره؟ یک رمه پشک هم نیست. اگر یک قریه از 4 تا پشک پیدا شود، کل من از برای خدا دنیا را پشک گرفته. اگر 4 تا پیدا شود، چرا؟ برکت دهی الله ننداخته. زیاد پیدا میکنه، برکت نداره. مال حرام هم زیاد میباشه، بی برکت. مال حلال کم میباشه، دو چی میباشه؟ خیر و برکت میباشه. همین گپ برشان میگه که بقیت الله، او چیزی را که الله بر شما باقی میگذاره، مال حلال میگذاره، منفعت حلال میگذاره، که دو الله بر شما او را حلال گذاشته، او خیر لکم، بهتر از بر شما، با برکت است، با ارزش است. این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستین. و ما انا علیکم بحفیظ، باز ما که پیغمبر هستم تنها دعوت میکنم، شما را محافظت کرده نمیتونم. قالوا یا شعیب، اینا گفتن که ای شعیب علیه السلام، اصلاتک تعمرک، آیا نماز خواندن تو امر میکنه تو را ان نترک ما یعبد آباؤنا، که ما ترک بکنیم آن چیزی که پدرای ما عبادت میکنن. این صفت مردمای طاغوتی و جاهل چی است؟ همیشه پدر پرست است. که مردمای جاهل که بشینی بعد میگه اوه این رواج ماست. چرا دخترت میفروشی؟ رواج ماست. چرا دین قبول نمیکنی؟ رواج ماست. چرا شرک میکنی؟ این رواج از پدرای ما مانده. فهمید؟ یعنی میگی عادت مردمای بیدین است که سر از یا باز عذاب الله نازل میشه. اینا لیا گفتن که ما یعبد آبانا، آنچه را ما ترک بکنیم که کی عبادت میکرد آبانا، پدران ما. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ما اتو بکنیم، او ان نفعل، یا ما انجام بدیم در مالهای خود ما نشاء، چیزی که ما میخوایم. حال دیگه تو میخوای که ما در اقتصاد هم سود نداشته باشیم، مثلا زیاده روی نکنیم، مثلا ما فریب نکنیم، چل نکنیم. بعضی دکاندارا و تجارا اما تو که بیدین هستن، منافق هستن، عقیده ایشان درست نیست، یا فکر میکنن که امی منفعت در تجارت وقت میشه که دو چی کنی؟ غلطی کنی.
مال پاکستانی رو بگویی که ژاپنی هست، مال بدل بگویی اصل است. مثلا دروغ بگویی که من 100 روپیه خریدم من بیادر بر تو 105 روپیه میفروشم، بازار حال کور 50 روپیه خریدن. اینا کلشان گفت که تو میخوای که ما در اموال ما هر چی که میخوایم او رو ترک بکنیم، او ان نفعل، یا ای که ما انجام بدیم فی اموالنا در مالهای ما نشاء و آنچه را که میخوایم. انک لانت الحلیم الرشید، میگه تو بسیار انسان بردبار و بسیار فامیده هستی. ایره با چی میگفتن؟ با مسخرگی برازی میکنن. تو دیگه بسیار هوشیار هستی، تو بسیار فامیده هستی، مال رواج پدرها رو هم ترک بکنیم، تجارت خودم دیگه بخیزیم هم صادقانه که مثلا روزی 1 لک عاید داریم میره بخیزیم در 10,000 بریم به خاطر صداقت. چرا که صداقت کنی برای یک نفر که بگی این تکه ژاپنی نیست که پاکستانی است، من اینو بر متر 110 روپیه میفروشم، اگه متر 60 روپیه میدی اون 50 روپیه خریدی برای 10 روپیه فایده میمونه. اگه برنامه ژاپنی میفروشی باز برای 50 روپیه میده. اینه باز اونجا 1 لک ما در 10,000 انتقال بدیم. انک لانت الحلیم الرشید. قال یا قوم، گفت شعیب علیه السلام ای قوم، ارایتم ان کنت علی بینه، آیا شما دیدید اگر من باشم با دلایل روشن من ربی از جانب پروردگارم، و رزقنی منه رزقا حسنا، و روزی میته بر من الله، رزق میته بر من الله رزق حسن را، نیک را، پاک را. و ما اريد ان اخالفکم، و من نمیخوایم با امر شما مخالفت کنم، الا ما انهاکم عنه، که باز من مخالفت کنم شما را، باز امو کار را بکنم که من شما را از اون منع میکنم. نه، من خودم هم امی صداقت و راستی را میکنم. الا و ما آنچه که انهاکم عنه من نهی منع میکنم شما را. ان اريد الا الاصلاح. شعیب علیه السلام گفت ما که پیغمبر هستم فقط برای چی آمدیم؟ که اصلاح شوین، مردم اصلاح شون، جور شون، خوب شون. ما استطعت، به مو اندازه که من توانایی داره. و ما توفیقی الا بالله، و نیست توفیق من، الله مرا توفیق میده، الا بالله، این کار الله هست که انسان توفیق بده. علیه توکلت، بر او ما توکل میکنم، و الیه انیب، و به سوی از او رجوع میکنم. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، ای مردم، ای قوم، اگر شما امرای من مخالفت دارین، دشمنی دارین، شما را مجرم نسازه که بگین والا ما به خاطر تو، مثل بعضی مردم هست، ما به خاطر فلان مولوی نماز نمیخوانم، ما به خاطر فلانی خوشم نمیاد مسجد نمیرم، ما به خاطر فلانی که مثلا قواریش خوشم نمیاد درسش نمیشینم. شعیب علیه السلام گفت اگه من بدت میایم من چی میکنی؟ دین الله را قبول بکن. خیلی من خوشت نمیاد، که تو ازدواج نمیکنی که تو اومدی من بدت میایم والا چیری استاد خوشم نمیاد، چیری من چی میکنی؟ هر از چیری می نمی قسمتی رو الله خلق کرده که تو خود مصور نیستی. اگه بعد از خود میگه خوب آمد چیری لوکس برای خود جور میکردم از تو کده مقبول تر میبود، مویای ما از تو کده متلوکس تر میبود. خب چیری هر کس الله برش خلق کرده دیگه. آل این پیغمبر برش میگه که چی هست؟ و یا قوم، ای قوم لا یجرمنکم، شما را مجرم نسازم، شما را آماده نسازه به بدبختی، گناه، شقاقی، مخالفت من، ان یصیبکم مثل ما اصاب، اما تو که بر شما مصیبت برسه مثل که اصاب رسید اما تو مصیبت برای کی؟ با قوم نوح علیه السلام، او قوم هود، یا قوم هود علیه السلام شما، او قوم صالح، یا قوم صالح، و ما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط علیه السلام هم از شما که دور نیست، یعنی شما قصه زیر کلشون خبر دارین، کلتان میفهمین، بر شما بسیار نزدیک بود که سر از اونها چی عذابهای الله آمد. حالا که شما عین جنایت ها و جرم ها را میکنین، توحید قبول نمیکنین، با کفر ادامه میتین، الله با سر شما هم اما تو یک عذاب میاره. واستغفروا ربکم، و شما طلب مغفرت بکنین به پروردگارتان، ثم توبوا الیه، باز توبه بکنین به الله. ان ربی رحیم ودود، الله متعال بسیار مهربان است و بسیار ودود، یعنی ود به معنای محبت و دوستی است، برای بنده های خود مهربان است و بسیار دوستی داره. بعضی اوقات شما سر بعضی کسا مهربان می باشین لکن دوستش نمی داشته باشین، صحیح نه؟ و بعضی اوقات هست که کسی را دوست داری باز بر از او چی مهربان نیستی، دوستش داری، دوست داری، میگی که استاد تو رو بسیار دوست دارم، باز خود چی دوستی داری؟ تو بگی نه یک چاش خوب آمد یک خوراک کباب بخر، باز اون قسمت باز میگه نه والا صاحب دیگه به اون اندازه که دوستت ندارم که این آل ای برشان گفت که الله متعال هم دوستتان داره و هم بالای شما بسیار مهربان است.
ان رب یقینا رب مکس رحیم بسیار مهربان است و بسیار دوست داره و محبت کننده است. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. گفتن ای شعیب علیه السلام ما بسیار فقیه نیستیم، ما بسیار دانشمند نیستیم، ما نمیفهمیم بسیار گپایی که تو میگی، ما این گپای تو را والا نمیفهمیم که تو چی میگی. قالوا یا شعیب، گفتن ای شعیب علیه السلام ما نفقه، ما نمیفهمیم کثیرا بسیاری از موضوعات و سخنایی که مما از آنچه که تقول تو میگی. و انا لنراک فینا ضعیفا. همیشه این مردم های بیدین میخواه گپ های مردم های زوردار و سیاستمدار و قدرتمند قبول بکنه. فهمیدی؟ یعنی گپ مردم های عاجز و پیغمبر و دیندار اینه باز قبول نمیکنه. این دلیلشان چی است؟ و ما گفت ما گپ های تو هم صحیح فهمیده نمیتونیم دیگه. چی است؟ و قال یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا. ما تو میبینیم در بین ما بسیار ضعیف هستی. ولولا رحتک لرجمناک. این اختار برش میده، ضعیف هم هستیم. اگر همین قومتون نمیبود که اونجا مربوط از اون قبیله هستی که باز اونها خفه نشن از پیش ما، از خاطر از فلانی قوم هستی، از اون خاطر ما کمک لیاز تا میکنیم. یگانه که میگه نمیگه با خاطر که وطندار هستی یا کمک لیاز تا میکنم، به خاطر که بچه کاکای مستی و بچه هم مکم هستی کمک لیاز تا میکنم. اگر نه بازو تو زدن میدادم چطور است؟ یا به شعیب علیه السلام میگه اپ میزد، میگه عادت مردمای کافر و بیدین است، احتیاط کنین که جملات کفار تکرار نکنین. اگر تکرار کردین شما هم پیش الله همون قسم میشین، همون تو ذلیل میشین. ولولا رحتک، و اگر امی قوم تو قبیله تو نمی بود لرجمناک، تو را رجم میکردیم. رجم چی را میگه؟ سنگسار. تو را با سنگ ها میدیم سنگسارت میکنیم. و ما انت علینا بعزیز، و تو نیستی پیش ما بسیار تو غالب. قال یا قوم، شعیب علیه السلام باز هم دعوت خود ادامه میده. پیغمبر بسیار حوصله داشتن. اشد الناس بلاء الانبیاء، میگه بسیار که زیاد امتحان میشدن. کی بودن؟ پیغمبرا بودن، حتی به سنگسار میرسن. فهمیدن؟ این پس رو تهدید به چی کردن؟ به سنگساری کردن. این درس است برای دعوتگرای حقیقی که وقتی تو دعوت توحید میکنی، حق میکنی، تو از شعیب علیه السلام که رتبه زیاد است. رتبه کی زیاد است از پیغمبر کردن؟ وقتی کورت گفتن سنگسار میکنیم، تو باید بگویه دشنام خو بشنوی، یگان گپکای زشت خو باید بشنوی. صحیح نه؟ اگر میخوای که در خط پیغمبرا بری، پیغمبرا رو هیچ کس گردنش گل تا بول دیدیم که کدام آیت آمده باشه در گردن فلانی پیغمبر گل انداختن؟ نه، گفتن میزنیم تا لطت میکنیم که سنگ میزنیم تا. دعوتگرام هم امی قسم است. اما اگر باز دعوتگر بودی و تمام روز الوا خوردی و پراته خوردی و کباب خوردی و کلگی خوشت داشت، باز معلوم میشه که تو منافق هستی. بر هر کس مطابق مزاجش گپ میزنی. بر کمونیست بازیگر خوبه تو کمونیست میشی و بر یهودی میشی و نصرانی میشی. باز کلگی میگه والا چه خوب آدم است، با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. باز میگه اوه چقدر خوب آدم است. اما اگر پیغمبر وارد شعیب علیه السلام رو دعوت کردی، باز مردم چی میگن؟ میگه اگر قومت نمی بود لرجمناک، باز ما تو چی میکنیم؟ سنگسار میکنیم. و ما انت علینا بعزیز، پیش ما هیچ غلبه هم نداری، زورم نداری. باز همی پیغمبر الله متاثر نمیشه. میگه خیر است اگر به خاطر دین الله سنگسارم شوم، الله راضی باشه. قال، گفت شعیب علیه السلام یا قومی، قصه های موحدین بشنوین که موحد حقیقی شوین. زندگیتان زندگی توحیدی باشه. اگه قصه های موحدین نشنیدی، بعضی کسا باز میگن قصه های کزیره مثل داستان دارم، تو گفتم میره هیچ از او درس نمیگیرم. هیچ 100 دفعه قصه را میخوانه، چند دفعه ختم کردی؟ والا صاحب در رمضان یک 4 دفعه ختم قرآن کردم. کدام ذره مغز تغییر کرده؟ میگه نه، همون چیزی که ما بدم همون طرح هستم. با چی فایده میده؟ قرآن بخوان که در مغز تغییر بیاید، فکر تغییر بیاید، در عمل تغییر بیاید، تقوای تغییر بیاید، در عبادت تغییر بیاید، در ذهن تغییر بیاید. قال یا قوم، گفت شعیب علیه السلام ای قوم من ارحتی اعز علیکم من الله. شما چه قسم مردم هستین؟ آیا قوم ما پیش شما عزتمندتر است نسبت به الله؟ مرا به خاطر الله احترام نمیکنین، به خاطر قوم احترام میکنین؟ اینه یک درس عقیدتی بسیار مهم است که مردمای مشرک و بیدین قوم ترجیح میده به چی؟ به الله. از این خاطر قوم پرستا کافر هستن. چرا که کلمه خانی که لا اله الا الله میگه، او اگر از قومش نبود او را خوش نداره. اصلا تو نیست.
اینی سبب کفر مردمای قوم پرست است. قال یا قوم، گفت ای قوم من، ارحتی آیا قبیله ما و قوم من اعز علیکم بسیار با عزت هستند بالای شما من الله نسبت به الله، واتخذتموه وراءکم ظهریا، و شما الله را گرفتین، حکم الله را گرفتین، فرمان الله را گرفتین در عقب پشت سرتان، یعنی شما بسیار مردمای عقب مانده هستین، عقیده و کتاب و دینتان در عقب انداختین. ان ربی بما تعملون محیط، یقینا که رب ما با آنچه که شما عمل میکنین محیط بسیار احاطه داره. ان ربی، یقینا که رب من بما با آنچه که تعملون عمل میکنین محیط بسیار احاطه کننده هست. و یا قوم و ای قوم من اعملوا علی مکانتکم، عمل کنین بر جاهایتان، اینی عامل، به هم عمل میکنم، سوف تعلمون. آل دیگه برشان پیغمبر عذاب الهی را معرفی میکنه، میگه شما دیگه دمی وقتها خواهید دید من یأتیه عذاب، برای هر کسی که عذاب بیاید، یخزیه او را الله ذلیل میکنه، و من هو کاذب، و هر کسی که او دروغگوی باشه، وارتقبوا، و شما هم انتظار کنید، مراقبت کنید، اینی معکم، من هم به امرای شما رقیب، مراقبت کننده هستم، منتظر هستم. ولما جاء امرنا، الله متعال میگه و زمانی که آمد امر ما، یعنی حکم ما، آل دیگه حکم الهی چی میشه؟ حکم الله دیگه تنفیذ میشه. چی میگه الله متعال؟ میگه ولما، و هنگامی که جا آمد امرنا، حکم ما، نجینا شعیبا، ما نجات دادیم شعیب علیه السلام را، والذین آمنوا معه، و کسانی را که ایمان داشت آورده بودند به همراه شعیب علیه السلام، برحمت منا، به اساس رحمتی که ما بر مؤمنان داریم. و اخذت الذین ظلموا الصیحه، و گرفت الذین، کسانی را که ظلم کرده بودند. ظلم اینجا معنای شرک و کفر است، یعنی ظلم کرده بودند، شرک کرده بودند، کفر کرده بودند، بیدینی کرده بودند. اینا را چی گرفت؟ الصیحه، یک صدای بسیار خطرناک آسمانی گرفت. فحسبه، پسگشتن فی دیارهم، در عموم منازلشان، جاثمین، مانند جثمان. جثمان چی را میگن؟ اما تو یک جسدی که مثل افتاده باشه در روی زمین، یعنی تو یک جسد ذلیل و خوار، همون که افتاده باشه. که لم یغنوا فیها، مثل که هیچ اصلا در این منطقه زندگی نکرده باشن، یعنی تو شده مثل که هیچ زندگی نکردن، کلش هلاک از من افتاد. الا بعد لمدین کما بعد ثمود، میگه الا بعدن، آگاه باشین که بسیار دور بودن از رحمت الله. کی؟ مدین، مردمان مدین. لمدین، مردمان مدین، کما بعد، چنانچه دور بودن از چی؟ از رحمت الله. کی؟ ثمودی ها. ولقد ارسلنا موسی، آل موحد دیگر ببینن که این چی مشکلات در زندگی خود داشت. قصه نمیگه قرآن. اگه قصه میگه موسی علیه السلام خب قصهش تیر شد، میگه نه، در قرآن قصه نیست، مثال هایی است از زندگی موحدین، هر کدامش عمودی بر تو یکی گفته میره که سعی کن چه زندگی، چه قسم زندگی داشتن، چی مشکلات داشتن، خود همین قسم مثل ازیا را آراسته بساز. ولقد، و یقینا که الله متعال میگه ارسلنا، فرستاد موسی علیه السلام به آیاتنا، با دلایل معجزه های ما، و سلطان مبین، و دلایل بسیار واضح و روشن. هم معجزه های مادی داشت و هم دلایل عقلی و دلایل بسیار واضح و آشکارا. با کی فرستاده میشه؟ لا فرعون، به طرف فرعون و ملائه و لشکرش و پیروانش و اتباعش. فاتبعوا امر فرعون، پس اینا متابعت کردن امر فرعون، اوامر و احکام و حکومت فرعون را. و ما امر فرعون برشید، الله متعال میگه قانون فرعون که بود قانون درست نبود، سزاوار نبود. حکومت فرعون به خاطر فرعون، به دست فرعون. اما یک تعریف داشت حکومت فرعون، که حکومت کی جور کرده بود؟ حکومت فرعون توسط فرعون به منفعت فرعون. حالا که بگه حکومت مردم توسط مردم برای مردم، اینا رو فرعونای او وقت یک تا بود، فرعونای ما و شما لشکر است، نه؟ اینا چی است؟ و ما امر فرعون، و نبود امو اوامر و قوانین و حکومت فرعون برشید، حکومت درست و بارشت. یقدم، این فرعونه که این کار کرده و این فرعونیایی که قوانین خودشان میسازن و پیروایشان از اینا اطاعت میکنن، این فرعونیا باز چه قسم میشه؟ الله متعال میگه این جزایشان. یقدم قومه یوم القیامه، امی فرعون باز در روز قیامت پیش روی قوم خود میباشه. اما تو فرعون پیش، پیروانش از پشت سرش، لینن پیش، کمونیستا از پشت سرش، هتلر پیش، پیروانش از پشت سرش، ماسولینی پیش، پیروانش از پشت سرش، ترامپ پیش، پیروانش پشت سرش. این به قسم این فرعون ها کلشان، ابو جهل پیش، لشکرش از پشت سرش. الله متعال میگه یقدم و پیش میشه قومه نسبت به قومش و پیروانش، امی فرعون.
یوم القیامت در روز قیامت فاوردهم النار بازی پیش خودش در آتش دوزخ داخل میشه، یارم امرای خود داخل آتش دوزخ میکنه. و بئس الورد المورود و بسیار جای زشت است که اینا در او داخل میشن، همون جایی که اینا داخل میشن این بسیار جای خراب است. و اتبعوا فی هذه لعنة و یوم القیامت بئس الرفد المفرود. این مردم در پی آنها شدن فی هذه در این دنیا لعنتا برشان چی آمد؟ در پی آنها شد در این دنیا چی؟ لعنت الله سرشان آمد. و یوم القیامت و در روز قیامت بئس الرفد المرفود بسیار بد پاداش هست که بر از اینا داده می شود، یعنی جزای بسیار بدی بر از اینا داده می شود و بسیار تحفه زشت است که فرعونی ها برای پیروای خود میتن، بسیار خراب است. نتیجه پیروی از این بیدینا چی است؟ اون دوزخ است. ذالک من انباء القرى، الله متعال میگه ای خبرهای قریه هاست، خبرهای حقیقی. انباء یعنی خبرهای واقعی قریه هاست. نقصه علیک، ما برات بیان میکنیم، علیک بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. منها قائمون، که بعضی از این مناطق قائم هنوز باقی ماندن، و حسیدون، و بعضی از اونها بیخی ختم شدن، نابود شدن، یعنی بعضیشان قریهشان هنوز میگه موجود هستن و بعضی از قریه هاشان بیخی از بین رفتن. و ما ظلمناهم، و الله متعال میگه ما بالا از اینا ظلم نکردیم، ولکن ظلموا انفسهم، بلکه اینا خودشان ظلم کردن بر نفسایشان. فما اغنت عنهم آلهتهم، پس هیچ منفعت نکرد، نفع نکرد برشان از ایشان امو آلهشان، معبودای باطلی که او را چی میکردن؟ عبادت میکردن، و این معبودایی که قانونی از اونا را، افکار و اندیشه های از اونا را اطاعت میکردن. التی یدعون، او معبودایی که اونا طلب میکردن، دست دعا بر از اونا بلند میکردن و یا عریضای خود پیشان پیش میکردن، من دون الله، بغیر از الله. من شیء، هیچ فایده برشان نکرد. لما زمانی که جاء امر ربک، آمد حکم و فرمان الهی. و ما زادوهم، و بر از اینا زیادت نکرد غیر تتبیب، بغیر از اینکه اینا هلاک شدن. و کذالک اخذ ربک، فکرتان باشه اینمی قسم از گرفتن پروردگارت، اذا وقتی که اخذ بگیرد القرى، قریه ها را، و هی ظالمتون، در حالی که امی اهل قریه ظالم باشن. ان اخذه، یقین داشته باشین، ان یقینا که اخذه گرفتن الله متعال، علیم شدید، بسیار دردناک است و سخت است. ان فی ذلک لآیه، یقینا که در یک آیت یا علامت یا نشانه هست. لمن خاف، یا عبرت است، پند است برای کسایی که میترسند عذاب الاخرت، از عذاب آخرت. ذلک یوم مجموع، امی روز قیامت روزی است که همه مردم جمع کرده میشن، مجموع له الناس، جمع کرده میشن به اون مردم. و ذلک یوم مشهود، این روزی هست که همه در آن حاضر کرده میشوند. و ما نؤخره، و ما ایره تأخیر نمیکنیم، الا لاجل معدود، مگر به یک مدت یا امو زمانی که معدود، که این زمان چی است؟ تعیین کرده شده است. یوم یأتی، روز قیامت که بیاید، لا تکلم نفس الا باذنه، که سخن گفته نمیتواند، سخن نمیگوید نفس، هیچ شخص، الا باذنه، هیچ کس نمیتونه که بدون اجازه الله حتی یک کلمه گپ هم بزنه. فمنهم، پس در روز قیامت مردم دو بخش تقسیم میشن. فمنهم، بعضی از این مردم ها شقیون، بدبخت می باشن، و سعیدون، و بعضی دیگه مردم ها سعید و نیکبخت می باشن. فاما الذین شقوا، پس کسانی که بدبخت شدن، شقاوت کردن، بدبختی کردن، ففی النار، در آتش دوزخ می باشد. لهم فیها، در بین آتش دوزخ، زفیر و شهیق، صداهایی است که تو تنفس میکنند. زفیر یک دفعه صدا کش میگه تا می صدایشان کس، شهیق میگم صدای مرکب ها را میگم صدای بسیار خطرناک میگم، سینه ایشان صدا کش میکنن. میبینه وقتی که سینه ایش تنگ میباشه باز اما تو حالت خطرناک میاد، چون سید تنفس کرده برده داخل میتن نه بیرون. خالدین فیها، همیشه میباشند می آتش و دوزخ، مادامت السماوات و الارض، تا مدت دوام آسمان ها و زمین، الا ما شاء، یعنی مدت دوام آسمان ها و زمین یک مثال است که مثلا یک نفر وقتی که برش میگه تا که زمین و آسمان است الله تو را هلاک کنه، یعنی اینا در هلاکت هستن اما تو دوامدار.
الا ما شاء ربک، مگر آنچه را که الله پروردگار تو بخواهد. ان ربک، یقینا پروردگار تو فعال، بسیار انجام میدهد، لما یرید، آنچه را که اراده کنه. و اما الذين سعدوا، و هم کسانی که سعید هستند، نیکبخت هستند، مؤمن هستند، موحد هستند، با تقوا هستند، الله متعال میگه برشان ففی الجنت خالدین فیها، در جنت همیشه میباشند، ما دامت السماوات والارض، تا مدت دوام آسمان ها و زمین، یعنی بر ابد الابد. الا ما شاء ربک، مگر آنچه که پر رب تو بخواهد، عطاء، یک بخشش غیر مجذوذ، ناپایان که پایان نمیافت. فلا تکو، پس مباش، فی مریت، در شک، مما یعبد، از آنچه که عبادت میکنن هؤلاء مردم، ما یعبدون الا، که اینا عبادت نمیکنن الا مگر کما یعبد، چنانچه عبادت میکنند آباؤهم، پدرانشان، من قبل، پیش از این. و انا لموفوهم، الله متعال میگه که ما برشان کامل میتیم نصیبهم، نصیبشان را، غیر منقوص، که هیچ دو نقص و کمی نمیاد. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا ما دادیم بر موسی علیه السلام کتاب، یعنی تورات را، فاختلف فیه، پس اختلاف کردند در مورد آن. ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم، ولولا کلمه، و اگر نمی بود این کلمه از جانب پروردگار که سبقت، که قبلا او تقدیر شده بود، من ربک، از جانب پروردگار، لقضی بینهم، فیصله میشد در میانشان. و انهم لفی شک منه، یقینا که ایشان در قسمت از لفی شک، در شک هستند، منه از آن، مریبون، در بسیار ریب و شک زیاد. الله متعال میگه و ان، و یقین داشته باشین، کلا برای هر کسی، لما، وقتی که لیوفینهم ربک، که کامل بده برشان پروردگار تو اعمالهم، اعمالشان را، یعنی پاداش اعمالشان را، عوضی اعمالشان را، رب تو چی کنه؟ کامل برشان بتهد. انه، یقینا که پروردگار تو بما یعملون، با آنچه که عمل میکنن، خبیر، بسیار با خبر است. فاستقم، پس مستقیم باش ای مسلمان، کما امرت، چنانچه بر تو امر کرده شده، حکم شده. و من تاب معک، و یا مستقیم باش ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کما امرت، همون قسمی که امر شده، همین قسم استقامت داشته باش. و من تاب معک، و کسانی که برگشتن، رجوع کردن، توبه کردن، معک، به امرای تو، ولا تطغوا، و سرکشی مکنین، از حد مگذرین. انه بما تعملون بصیر، یقینا که الله متعال با آنچه که عمل میکنین بسیار بصیر است، میبینم. ولا ترکنوا، و میل نکنین، الی الذین ظلموا، بس سوی کسای کافرها و بیدینایی که ظلم کردن. اگر به طرف از اونها شما میل کنین، با امرای از اونها محبت و دوستی بکنین، در صف از اونها داخل شوین، فتمسکم النار، باز شما را میرسد بر شما آتش، و ما لکم من دون الله، و نیز برای شما بغیر از الله من اولیاء، دوستان، ثم لا تنصرون، باز در آن صورت بر شما نصرت و کمک الهی قطع میشه، چرا که شما دوستتان دشمنای الله را گرفتین. و اقم الصلاه طرفی النهار، و نماز بخوان طرفی النهار، دو طرف روز، یعنی صبح و شام. و زلفا من اللیل، و قسمت های از شب، مثلا نماز خفتن و نمازهای تهجد. ان الحسنات یذهبن السیئات، ان الحسنات، یقین داشته باشین که الحسنات، اعمال حسنه و نیکی، یذهبن، از بین میبرن، از سیئات، بدیها را. یعنی اگر یک نفر اعمال زشت میکنه و بعد از اعمال نیک میکنه، اعمال زشتش الله محو میکنه. ذلک الذکر، یک پند است، للذاکرین، برای کسایی که پند میگیرن. واصبر، و صبر بکن ای مؤمن، فان الله، پس یقین داشته باش که الله متعال، لا یضیع اجر المحسن، الله ضایع نمیکنه اجر محسن را. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیه، پس چرا نشدن از قرنهای قبلی، از مردمای قبلی، من قبلکم، که قبل از شما بودن، اولو بقیه، کسانی که صاحب عقل بودن. چرا امی مردمایی که با عقل بودن، که ینهون عن الفساد، که منع میکردن مردم را از فساد فی الارض، در زمین. الا قلیلا، مگر یک تعداد کمی بودن در بین از این مردم ها، ممن انجینا منهم، که ما اونا را نجات دادیم از میانشان. و تبع الذین ظلموا، و متابعت کردن کسایی که ظالم بودن، ما اطرفو، چیزی را که برشان چی بود؟ طرف و آسودگی میداد، یعنی یا علاقمند چی بودن؟ آرامش بودن. و کانوا مجرمین، و اینا بسیار مجرم بودن. و ما کان ربک لیهلک القرى، چنین نیست که رب تو، پروردگار تو، هلاک بکنه قریه ها را، به ظلم، و اهلها
مصلحون، در حالی که اهل از یا مردمای نیک و مصلح و اصلاح باشن. این قسمی الله نمیکنه، مردمای نیک هیچ وقت سرشان عذاب نمیاره. ولو شاء ربک، و اگر بخواهد رب تو، لجعل الناس امه واحده، کل مردم یک امت میسازه، کلشان مسلمان بسازه، به زور مسلمان و دیندار شوند. این قسم نمیکنه. الله متعال بر از اینا اختیار داده. ولا زالون مختلفین، و یا همیشه اختلاف میکنن به اساس از اینکه برشان اختیار داده شده. چون اختیار داده شد، باز مردم نیک و بد جدا میشن، اختلاف پیدا میشن. الا من رحم ربک، و همیشه میگه ولا یزالون مختلفین، و یا همیشه اختلاف میکنن. الا من رحم ربک، مگر کسی را که رحم کرده باشه رب تو بالای او. ولذلك خلقهم، و به خاطر الله متعال اینا را خلق کرده. و تمت کلمت ربک، و میگه تمام شده، پوره شده، فیصله شده سخن پروردگار تو که چی گفته الله؟ لاملأن جهنم، که من پر میکنم دوزخ را، من الجنت، از جنهای بیدین، و الناس، و انسانهای بیدین، اجمعین، تمامی. و کلا نقص علیک من انباء الرسل، میگه این خبرها را چرا الله بیان میکنه؟ حکمتش چی است؟ الله متعال میگه ما بیان میکنیم، نقص و قصه و بیان میکنیم علیک بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من انباء الرسل، ای قصه های پیغمبران را، خبرهای پیغمبران را، ما او قصه های را که نثبت و قوی بسازیم به فؤاد، قلب تو را، یعنی آرامش قلبی پیدا بکنی، یعنی جگرخون نشه که مردم قوم مکافر شدن، مر اطاعت نکردن، نافرمانی کردن، سنگ زدن، ای کردن، ای کردن. پس میگه باید تو آرامش پیدا بکنی که این پیغمبرای دیگه عین مشکلات داشتن. و جاءک فی هذه الحق، میگه در اینجا بر تو حق آمد، سخن حق بیان شد، خوب توحید بیان شد، و موعظه و نصیحت شد، و ذکر و پند شد. برای کی؟ للمؤمنین. اینمی قصه ها که از این قصه ها مسلمان ها چی استفاده میکنن؟ سه استفاده هست، یعنی سه هدف است از اهداف قصه های پیغمبران. اولش چی است؟ حق است، بیان توحید است که شما موحدین بشناسین، امو صفات موحدین بشناسین. موعظه، وعظ و پند است بر شما که مثلا وعظ بگیرین، درس بگیرین، از یا آموزش کنین. و ذکر، و شما پند بگیرین. چی است؟ برای کی هست این سه چیز؟ این سه برای مؤمنا هست. و قل للذین لا یؤمنون، و بگو برای کسایی که ایمان ندارن، اعملوا علی مکانتکم، شما عمل بکنین در جای خود، انا عاملون، ما هم عمل میکنیم. و انتظروا، شما انتظار بکشید، انا منتظرون، ما هم منتظر هستیم. ولله غیب السماوات والارض. این قصه ها چون مربوط به غیب است، الله میگه که کل چیز مالکیت امور غیبی الله هست. ولله، و خاص برای الله هست غیب و او مسائل غیبی که در آسمان ها هست، و الارض، و در زمین است. و الیه یرجع الامر، و به طرف الله رجوع میکنه تمام امور، کله، همه. فعبده، پس الله را تو عبادت بکن، و توکل علیه، این یکی توحید در عبادت مراعات بکن، و توکل و توحید در توکل مراعات بکن. توحید در عبادتی است که فقط عبادت بر الله بکنی، و توکل عبادت قلبی هست که اینمی عبادت قلبی ته هم توکل باید به الله بکنی. و ما ربک بغافل عما تعملون، و پروردگارتان بی خبر نیست عما تعملون، از آنچه که شما عمل میکنین الله بی خبر نیست، بلکه الله ذره ذره از اعمال شما با خبر است. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب